بهتون یه قول میدم. اگه تا آخر این برنامه با من باشید، یه جوری نگاهتون به کل سیستم مالی دنیا عوض میشه که دیگه اون آدم سابق نمیشید. قراره با هم یه رازی رو کشف کنیم. راز اصلی قدرت امپراتوری بریتانیا. و نه، اصلا اون چیزی نیست که تو کتابای تاریخ خوندیم و بهمون گفتن. ببینید، از بچگی به ما گفتن امپراتوری یعنی چی؟ یعنی ارتش خفن، کشتی‌های جنگی گنده، سربازای تا دندون مسلح، درسته؟ ولی داستان واقعی امپراتوری بریتانیا وای خیلی پیچیده تره و راستشو بخواید خیلی خفن‌تر از این حرفاست. موتور اصلی که اینا رو رسون به اون بالاها یه چیز دیگه بود. پس سوال اصلی اینه: قدرت واقعی از کجا میاد؟ از لوله تفنگ یا از حساب بانکی؟ انگلیسی‌ها زودتر از بقیه 2000شون افتاد که جواب هیچ کدوم به تنهایی نیست. جواب ترکیب این دوتاست. اونا یه فرمول جادویی پیدا کردن. با پول جنگیدن و با جنگیدن پول درآوردن. خب پس بزنیم بریم تو دل ماجرا و ببینیم بریتانیا چجوری کشف کرد که جنگ واقعی یه بازی مالیه و پیروزی دیگه فقط با توپ و تفنگ نیست، بلکه با اعتبار بانکی و قدرت وام گرفتنه. خب این اسلایدو یه نگاه بندازین، خیلی جالبه. انگلیس تو قرن 17 یعنی مثلا دوروبر سال 1600 خورده‌ای یک کشور ورشکسته بود، یعنی رسما کفگیرش به تایدیک خورده بود و هیچ کس حاضر نبود یه پاپاسی بهش قرض بده. حالا 100 سال بزنیم جلو، بوم، میرسیم به قرن 18. انگلیس تبدیل شده به یه ابرقدرت پولدار که به کل دنیا داره وام میده. آخه چی شد؟ چه اتفاقی تو این 100 سال افتاد که اینجوری از فرش به عرش رسیدن؟ جوابش یه چیزه، یه کد تقلب مالی، یه نوآوری انقلابی که انگار بازی رو برای بریتانیا هک کرد و بهشون یه برتری داد که بقیه حتی خوابش هم نمیدیدن. نقطه عطف داستان دقیقاً اینجاست. اواخر قرن 17 اعتبار دولت انگلیس افتضاح بود. یعنی پادشاه‌ها پول قرض می‌کردن و خیلی راحت میگفتن نمیدیم. ولی تو سال 1694 بانک انگلستان تأسیس شد و یهو انگار یه شیراب پول باز شد. دولت بریتانیا تونست برای جنگ‌های بزرگ و طولانی مدت هر چقدر که میخواد پول جور کنه. اون کد تقلب چی بود؟ یه چیزی به اسم بدهی دولتی. خیلی ساده است. اونا اومدن قولهای الکی و بی‌اعتبار پادشاه‌ها رو گرفتن و تبدیلش کردن به اوراق قرضه دولتی. یعنی یه سری کاغذ که تضمین شده بود راحت خرید و فروش میشد و سود ثابت هم داشت. یه سیستم کاملاً برد هم برای دولت هم برای پولداران. و همین سیستم مالی جدید تبدیل شد به سلاح مخفی امپراتوری. بریتانیا حالا میتونست رقبای اروپاییش رو نه فقط تو میدون جنگ بلکه تو بازار بورس لندن، جایی که پول حرف اول رو میزد، شکست بده. این چرخه رو ببینید، یه لوپ توقف ناپذیره. اول برای جنگ پول قرض می‌کردن، بعد تو جنگ پیروز می‌شدن و مستعمرات و بازارهای جدید گیرشون میومد. از سود تجارت و مالیات بدهیاشون رو با سودش پس میدادن. این کار اعتبارشون رو مثل موشک می‌برد بالا و در نتیجه دفعه بعد میتونستن پول بیشتری با سود کمتر قرض کنن و این چرخه هی تکرار میشد و بزرگتر میشد. مثلا توی جنگ 7 ساله بریتانیا 100 میلیون پوند پول قرض کرد. یه مبلغی که امروز هم زیاده، چه برسه به اون موقع. این رقم اونقدر نجومی بود که رقیب اصلیشون یعنی فرانسه که روی کاغذ کشور پولدارتری هم بود، رسما ورشکست شد. چند دهه بعد تو جنگ‌های ناپولئونی این عدد 6 برابر شد و رسید به 600 میلیون پوند. بریتانیا ناپولئون رو شکست داد، نه فقط به خاطر سربازاش، بلکه چون میتونست بیشتر از فرانسه پول قرض کنه و جنگ رو بیشتر کش بده. جنگ تبدیل شده بود به مسابقه استقامت مالی. نکته جالبش اینجاست که جنگ دیگه فقط یه موضوع میهن پرستانه نبود. برای یه طبقه جدید از سرمایه‌دارها جنگ بیزینس عالی بود. اونا اوراق قرضه دولت رو می‌خریدن، یعنی داشتن روی پیروزی امپراتوری شرط بندی می‌کردن و سودش رو هم می‌گرفتن. خب، حالا بیایید ببینیم این مدل مالی چجوری جهانی شد. بریتانیا فقط به بدهکار کردن کشور خودش راضی نشد، بلکه آروم آروم کل دنیا رو تبدیل کرد به بانک شخصی خودش. این تایملاین نقشه راه تسلط جهانی شونه.
اول قرن 18 کمپانی هند شرقی با ارتش خصوصی خودش هند رو گرفت و ثروتش رو غارت کرد. بعد قرن 19 با جنگ‌های تریاک چین رو مجبور کردن درهاش رو به روی تجارت بریتانیا باز کنه و آخر سر هم با استاندارد طلا پوند انگلیس رو کردن ارز جهانی و کنترل لندن رو روی اقتصاد دنیا قطعی کردن. این کمپانی هند شرقی یه موجود خیلی عجیب بود. یه بخشیش شرکت تجاری، یه بخشیش دولت و یه بخش دیگه‌اش ماشین جنگی. کارش چی بود؟ سود حاصل از غارت هند رو مستقیما میریخت تو جیب بانکدارها و سرمایه‌گذارهای لندنی. ولی این سیستم یه روی خیلی تاریک و وحشتناک هم داشت. برای اون سرمایه گذار توی لندن این سیستم یعنی سود خالص، اما برای مردم هند نتیجهش قحطی‌های مرگبار بود. در حالی که غلات از هند صادر میشد تا سود و اوراق قرض پرداخت بشه، میلیون‌ها نفر داشتن از گرسنگی می‌مردن. خب رسیدیم به سوال اصلی. همه این تاریخ و داستان‌ها چه ربطی به دنیای امروز ما داره؟ میراث این امپراتوری چیه؟ واقعاً بازی عوض شده یا فقط ظاهرش یکم شیک‌تر شده؟ این مقایسه رو ببینید، مو به تن آدم سیخ میکنه. فرمول امپراتوری بریتانیا انگار یک کپی برابر اصل از سیستم مالی امروزی ماست. بانک انگلستان شد الگوی بانک‌های مرکزی. اوراق قرضشون همون چیزیه که ما امروز بهش میگیم بدهی دولتی. بدهی‌های جنگیشون شده کسری بودجه‌های تریلیون دلاری امروز و سلطه پوند هم جاشو داده به ارزهای ذخیره مثل دلار. فقط اسما عوض شدن. منطق بازی دقیقاً همونه. و این دفترچه راهنما هنوزم که هنوزه داره استفاده میشه. جنگ جهانی اول و دوم رو یادتونه، هر دو با دهی‌های نجومی راه افتادن. بعد از جنگ جهانی دوم مرکز قدرت مالی از لندن شیفت کرد به آمریکا، ولی مدل بازی همون مدل بریتانیایی موند. به بحران‌های مالی همین چند سال اخیر نگاه کنید. چجوری مدیریتشون میکنن؟ با چاپ پول و نجات دادن بانک‌ها. و امروز بدهی ملی دیگه یه چیز عجیب غریب نیست، یه وضعیت دائمی برای تقریباً همه کشورهای دنیاست. درسی که از امپراتوری بریتانیا میگیریم ساده است ولی خیلی تکون دهنده. ثروت واقعی فقط داشتن منابع طبیعی مثل نفت و گاز نیست. ثروت واقعی یعنی کنترل داشتن روی سیستم مالی. اونایی که پول و بدهی رو کنترل میکنن، اونایی که قوانین بازی رو مینویسن، همونایی هستن که تاریخ رو هم مینویسن. و اینو میرسونه به سوال آخر. میگن تاریخ تکرار نمیشه، ولی منطقش چرا هنوزم حاکمه؟ وقتی بدهی جهانی به صدها تریلیون دلار رسیده و پول برای جنگ همیشه هست ولی برای چیزای دیگه نه؟ واقعا ما از این سیستم فرار کردیم یا فقط مهره‌های یه بازی قدیمی هستیم که هنوزم داره ادامه پیدا میکنه؟ اینجا کانال آنچه میماند هست. یادتون نره، تاریخ شاید همه جوابها رو بهمون نده، ولی قطعاً همه سوالای درست رو ازمون میپرسه.